امام سفیان ثوری می‌فرمایند اول هر شب یک منادی صدا می‌زند از تحت عرش خداوند، میگه الا لیقم العابدون. اول هر شب میگه عبادتکارا بیدار بشن، بلند بشن. عبادتکارا بلند میشن، به نماز میپردازن. بعد وسط شب، نیمه شب، دوباره همون منادی صدا میزنه الا فلیقم او لیقم القانتون. نیمه شب که میشه میگه اونهایی که اهل قنوتن، قانتین، اونهایی که یک درجه بالاترن، حالا نیمه شبه اونها بلند بشون. اونایی که نماز عشاشون میخونن و وترشون و بعد از عشا میخوابن دیگه بلند نمیشن، اونا نمازاشون رو خوندن، نماز مغرب و سنت‌های بعدیه و نماز عشا و سنت بعدش و نماز وتر رو خوابیدن. قسمت نیمه شب میگه الا لیقم القانتون، اونها بلند شدن. اینا یه مقدار نماز میخونن تا نزدیکای سحر خواب بر اونها غلبه میکنه، میخوابن. دوباره میگه همون منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم المستغفرون. اینجا دیگه آخرین نقطه هست، وقت سحره. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. میگه بلند میشن مستغفرون، همینجور سر به سجده طلب مغفرت میکنن.